قرآن کریم وقتی که باز میکنه از اول تا آخره موضوع توحید ملاق زده میره. هیچ صفحه قرآن کریم بدون توحید شما پیدا کرده نمیتونید. موضوعی است که با صورتهای متنوع برای ما توضیح داده شده. از او خاطر تأمل در کار است که خوب اولین چیزی که برای یک مسلمان ضرور است ببینه توحید خدا که چقدر پخته است، چقدر صاف است، آلوده نیست. آیا دما امور شرکی وجود نداره؟ این را باید نظر بکنه. چرا؟ به خاطر که اساس کل حیات و زندگیم توحید است. اگر خلل در توحید باشه تمام اعمال و محنت‌ها و زحمت‌های ما به باد هوا رفته، هیچ چیز به دردم نمیخوره. امروز چیزی که ما نداریم توحید نداریم. یکی ما اگر توحید ربوبیت قبول داره الوهیت نداره، الوهیت قبول داره اسماء و صفات قبول نداره. بنگی بر الله واضح. با تأسف توحید ربوبیتی که مشرکین مکه قبول داشت امروز مسلمان ها اما توحید ربوبیت قبول نداره. رب کیست؟ تربیت ما را کی میکنه؟ در شکم مادر بعد از اینکه در دنیا بیاییم کی میکنه تربیت ما را؟ الله سبحانه و تعالی یا آقا؟ کدامش؟ برای مردم سوال کنه که وا عقیده به چی داره؟ و عقیده به این داره که تربیت طفل توسط بند آقا میشه، کمر بسته کردن آقا صاحب میشه. اگر این ده باشه این طفل میموره، از بین میره. حالی شما بگوید که به عقیده به ربوبیت الله عقیده موجود است. این حالتی ماست، این روزگار ماست. قرآن چقدر اهمیت داده به توحید، لیکن ما چقدر آگاهی داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. متفق علیه. عزیزان گرامی، برادران و خواهرای عزتمند، شکر الله سبحانه و تعالی سر ما خیلی زیاد ضروری و واجب است که برای ما و شما الله سبحانه و تعالی توفیق نصیب کرد که این ماه مبارک رمضان که در صدد آمدنش هستیم ان شاء الله که صبح بخیر شروع میشه. این ماه قرآن کریم باز توسط درس قرآن کریم شروع و آغاز شود. اگرچه دشمنای اسلام و دشمنای دین و دشمنای قرآن کریم همیشه تلاش کردند که ایتو درسا باید نباشه، به خاطر که اگر مسلمان مرد و زن از اصل دستورات و هدایات کتاب الله سبحانه و تعالی علم حاصل بکنه، معلومات حاصل بکنه، بیدار میشن، حقیقت دین خدا میشناسن، دیگه دجال فریب امی نعوذ بالله دشمنای دین نمیافتند. از او خاطر یادتان باشه امروز در سر تا سر جهان که کدام کشمکش و جنگ و جدل وجود داره فقط برای محو درسای قرآن کریم است، برای محو عقیده قرآن کریم است. دایی اواخر یا دایی زمانای نزدیک ما الحمدلله خصوصا طبقه جوان توجهشان طرف کتاب الله سبحانه و تعالی و حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم زیاد شده. دو سرچشمه و منبع اصلی دین ما که در صورت رجوع حقیقی و واقعی به سوی دو منبع ایمان ما پاک میشه، اسلام ما درست میشه، زندگی ما مبتنی و بر اساس هدایات حقیقی میشه. الحمدلله این دنیای کفر این حالت دیده رایست و نمیگذاره که دیگه مراکز دعوت به سوی کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم به صورت آرام ادامه پیدا بکنه. دسایس جور میکنه و راه ها را مسدود میکنه، بهانه ها میجویه به خاطر از اینکه این درس نباشه. که در این نزدیکا شما اونه قبل از اینکه درس ما شروع شد شما شاهد بودی
که با تأسف توسط شهادت یکی از جمله مخلصین و شخصی که الله سبحانه و تعالی جنت الفردوس برش نصیب کنه بس سبب شهادت از او انجامید. شاید هدف چیزی دیگری می بود که نباشه این درس قرآن کریم در رمضان صورت بگیره، ولی همه چیزا تعلق با الله سبحانه و تعالی داره. چیزی را که الله خواسته باشه مخلوق الله جمع شوه در صدد منع شوه نمیتونه که او را منع بکنه الا که الله سبحانه و تعالی مقدر و نوشته کرده باشه. این شکر الله سبحانه و تعالی است که ما امروز در این ساعت برای درس قرآن کریم حاضر شدیم. قبل از اینکه ما درس آغاز بکنیم ما چند سخنی در مورد امی درس خود گفته رایستم. البته این سخنا به خاطر است که ما اهمیت امی درس بدانیم که ما اینجا حضور پیدا میکنیم چی اهمیتی داره و چی قدر مهم است. یادتان باشه بارها الحمدلله تکرار شده که کتاب الله قرآن کریم کتاب مرده ها نیست، این کتاب زنده هاست و در حینی که کتاب زنده هاست تنها برای خوش آوازی نیست که ما زمزمه کنیم آوازهای خود و محض سرای خود شور بدیم، به تلاوتهای زیبای بعضی قاری صاحبا گوش بگیریم و یکمی خود تکان بدیم و بگوییم که خیلی لذت داشت. شکی در این نیست که بهترین و مهمترین و بزرگترین نغمه‌ای که به گوش انسانها جلوی واقعی داره، زیبایی داره، اون نغمه قرآن کریم است، او صدای قرآن کریم است. هیچ صدای به مثل صدای آیات کتاب الله سبحانه و تعالی شده نمیتونه. از امو خاطر است که زبان قرآن کریم به یک زبان شخص متقی خوانده میشه، انسان در تحرک میاره. آلی ما میگم قول ابن مسعود رضی الله عنه را که او برای ما چی توصیه کرده و چی قسم قرآن بخوانیم. برای ما و شما واضح میشه که ابن عمر رضی الله عنه چی میگه، زمان و حالات پیغمبر صلی الله علیه وسلم و صحابه را چی قسم برای ما بیان میکنه، واضح میسازه. آلی ما براتون گفته رایستم خدا یادی ما و شما باشه که کتاب زنده هاست. خود در زنده ها تنها برای شنیدن نغمه ها نیست، در زنده ها برای تغییر و انقلاب عظیم فکری است. اندیشه را تغییر میده، فکر را تغییر میده، ذهن انسان بیدار میسازه، روشن میسازه، ضمیر انسان بیدار میسازه، انسان در حرکت میاره. امی قرآن کریم بود که امو مردمایی که سالها نه تمدن داشتن نه تهذیبی، نه شهرت داشتن نه معرفتی، لیکن امی قرآن کریم بود که با واسطه خدمتی کتاب الله سبحانه و تعالی و مستحق اعلان الله سبحانه و تعالی گردید که رضی الله عنهم و رضوا عنه. الله سبحانه و تعالی ما و شما را مستحق ازی بگردانه که الله از پیش ما راضی شود و این کتاب الله سبحانه و تعالی ذریعه شکایت پیغمبری ما نشوه که در روز قیامت زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم شکایت میکنه وقال الرسول یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. زمانی که پیغمبر فریاد میکنه با پروردگار خود که یا الله این قوم ما این کتاب ترک کرده، از جمله تارکین کتاب الله سبحانه و تعالی شمرده نشوه. چرا که ترک قرآن کریم صورتهای متنوع داره. اگرچه به اعتبار خواندن الفاظ اکثر مردم ما در رمضان مبارک تعلقش با قرآن پیدا میشه الحمدلله، و این تعلق لفظی است، تنها خواندن است. منظور این می باشه که چی وقت سورت آخر میشه، چی وقت صفحه قرآن کریم آخر میشه و باز لاف بزنیم که ما 5 سپاره تلاوت کردم، 2 سپاره تلاوت کردم. این حالتی است که ما الحمدلله داریم. تعلق ما به الفاظ قرآن کریم زیاد است، لیکن نه، هدف قرآن کریم تنها الفاظ قرآن کریم نیست. این برای ازی آمده که ما تدبر بکنیم. آیت براتون خواندم از سوره صاد است. الله سبحانه و تعالی می فرماید کتاب انزل الله الیک، یا کتاب عظیم الشان است، بزرگ کتاب است. از قرآن کریم که هیچ کتابی بزرگ پیدا نمیشه. بزرگیش از کدام نگاه است؟ از نگاه از اینکه زیاد چاپ شده، زیاد توزیع شده، زیاد در جیب و خانه مردم قرار داره، زیاد در کارخانه ها چاپ شده. بالکل هیچ کتاب
با قرآن کریم مسابقه کرده نمیتونه، مقابله کرده نمیتونه. هیچ کتابی در دنیا پیدا نمیشه که به اندازه قرآن کریم چاپ شده باشه و در دسترس مخلوق الله قرار گرفته باشه. ایرا کسی نمیتونه که ثبوت برسانه که فلان کتاب زیاد چاپ شده. قطعا نه. با وصفی که دنیای کفر سری رواج باطل خود، کتاب ناشایسته خود به میلیاردها پیسه مصرف میکنه، خب برابر قرآن کریم چاپ نداره. قرآن کریم بزرگ است. از حیثیت علمی که در قرآن کریم وجود داره هیچ کتابی برابری نمیتونه. چرا این کتاب الله سبحانه و تعالی است، مشتمل به تمام علومی است که انسان به او ضرورت دارد، از علم اجتماعیات گرفته تا علم ساینس تا علم اجتماعی.